برادری کلانی ما فایز نام داشتن. اون زمانی که سالهای 50 تا 60 3 سال خدمت میکردن، همگی 10-12 روز عروس را آورده فراوردن، او را عسکری بردن خدمت. 12 روز عروس در تگی چادر شاه بچه را بردن. 3 سال خدمت کردن، در لواف سرحدبانی بودن. 3 سال خدمت کردن، رخصتی نبودن، نامدن. وقتی که پیش از آمدن 3 روز میماند، یک حوض داشتن در داخل قسم حربی. پیش از خوراک نصف روزی سربازا در اونجا آبازی میکردن. آبازی میکنن، سر میز در میآیند. وقتی خوراکاری جایش خالی نیست، امرا میپرسند کجا شد رحمانو؟ نیست. خیلی میگه حاضر میبیاد، نیست. نصف روزی تمام میشن، نیست. کجا شد؟ میکنن جای وای نیست. میروند تمام میجا رو میکن، میبینن که بعد کسی میبینن لباساش در لبی هست، خودش نیست. بعدا ای غواص میارن میدراید که در تگی آب جسدش. مادر من دیگر 3 نفر بودن امروش. به درجه کم بزاعت بودیم و که همون زمانا جسد را پدر و مادران از حساب خودشان میآوردن. کسی پول داشت، اگر حادثه رو میداد، رفته جسدی فرزندش می آورد با خراجات خودش. کسی که نمیداشت در همونجا با خاک میسپرد. یک 10 روز نگاه کردن. بعد 10 روز خیلی دیگر هیچ که پیدا نشد. نه مبلغ کی میرود؟ هیچ کس نرفت. ابی 3 طرفی خشان از سنگتوده، جماعت دیات سنگتوده، اکاودادر یا کسی دیگر از شهر دوشنبه، اونا با خاک سپردن. با 3-4 مراتب زیارت رفتیم، آنها بردن نشان دادن. بعض فکرها بود که گرفته آوردن در کار، دیگر بعد این قدر سال دیگر فکرم که خوبش آزار دادن در کار نیست. تقدیر نصیب همین بوده است.